سلام دوستان، خسته نباشین. در حضور آقای دبیری درمانگر طب سنتی هستیم و میخوایم توضیح مختصری در مورد طبع سرد و گرم و بیماری های بلغم و سودا برامون توضیح بدن. لطف میکنین آقای دبیری؟ بله، با عرض سلام خدمت عزیزان. خوشبختم که میتونم در این راه کمک به شما کنم. دوستان نگاه کنید، اول یه توضیح مختصری من در مورد طب سنتی میدم. گیاهان دارویی که معمولا اکثر عزیزان به اشتباه میرن استفاده میکنن. این عزیزان همونطور که میدونید گیاهان دارویی همانند انسانها دارای طبع و مزاج هستند و نمیشه به هر کسی گیاهان رو توصیه کرد. مثال میزنم، مثلا یه شخصی پیش ما مراجعه میکنه برای معده گرم. خب دلیل نمیشه ما برای معده گرم حتما به ایشون بیایم دارچین، زنجبیل، گل محمدی، عرق نعنا و غیره رو توصیه کنیم. چرا؟ اینا واقعا برای معده سرد خوب هستند، ولی بنده به عنوان درمانگر طب سنتی با عطاری متفاوت هستم. ما زمانی که بیمار پیش ما تشریف میارم، اول کبد، معده و کلیه ها رو باید در نظر بگیریم. چرا؟ مثلا یه مریضی تشریف آوردن برای معده گرم، میگن که ما میخوایم داروی گرم بخوریم که معده‌مون گرم بشه. و ما اولین گزینه نگاه به کبدشون میکنیم، از داخل نشانه های صورت و اگر سونوگرافی آزمایش داشته باشن چک میکنیم، بعد راهنمایی میکنیم. ولی اگر ما این کارو نکنیم، ما که نمیدونیم این بنده خدا کبدش گرمه، کبدش چربه. خب میایم داروی گرم بهش میدیم، معدهشو خوب میکنه در صورتی که کبدشو خراب میکنه. پس اینو همیشه لازم و ذکر داشته باشین قبل از استفاده از هر نوع دارویی، چه داروهای گرم برای سردی معده، بلغم، سودا، و چه داروهای سرد برای درمان کبد گرم و چرب. حتما قبلش با درمانگر طب صورتی مشورت بکنید که انشالله در آینده بروز مشکلات نشید. خب میشه توضیح در مورد بیماری های طبع سرد و گرم بدین؟ هر کدوم به چه صورته؟ بله، نگاه کنید، ما در کل دو نوع طبع داریم، طبع سرد و طبع گرم. طبع سرد و گرم متغیر نیست و مثل ژنتیک با انسان همراه است و تحت هیچ شرایطی نه طبع سرد به گرم و نه طبع گرم به سرد تبدیل میشه، چون که طبع انسان ثابته. اما ما کنار طبع سرد و گرم مثل طبع سرد که زیر مجموعه های میشه اخلاط بلغم و سودا، زیر مجموعه طبع گرم میشه صفرا و دم، که باز ما اینا رو میتونیم از نشانه ها تشخیص بدیم. مثال میزنیم، افرادی که صورتشون گرده معمولا افراد دموی هستند، افرادی که صورتشون کشیده معمولا افراد صفرایی هستند، که باز زیر مجموعه اینا رو میشه تشخیص داد. خب ببینید، ما در مورد اول بلغم توضیح میدیم. بلغم یه نوع اخلاطه. خب مثلا طرف میاد پیش ما مراجعه میکنه، میگیم طبعتون گرمه، معدت مزاجتون صفراویه، اما اخلاط بلغم دارید. یعنی چی؟ خب طبع گرم مشخصه، صفرا هم که زیر مجموعه طبع گرمه، ولی ایشون از حالت طبیعی خارج شده و الان به بلغم تبدیل شده. ما با اصلاحات غذایی و اصلاح مزاج میتونیم اینو درمان کنیم و مزاجشون رو روی مزاج پایه بیاریم. خب بیماری های معمولا بلغمی، میکروب معده، عرضم به حضور شما برای افرادی مانند کسایی که پا زانو درد، مفاصلشون درد میکنه، میشه بیماری بلغم که روماتیک میشه. خب نشانه هاش مثلا چیه؟ یک، افرادی که بلغمی هستن اشتهای کاذب دارن، مثلا اینا استفاده
غذایی ندارن، زیاد غذا مصرف نمیکنن، ولی خود به خود چاق میشن، اشتهاشون کاذبه. خب رژیم میگیرن، سریع لاغر میشن، ولش کنن چاق میشن. همیشه صبح که از خواب بلند میشن صورتشون پفه، یعنی ورم داره. یه مدت که بگذره ورمش میخوابه. چرا؟ چون سرد و تر است. بیماری مشخصش هم بیماری روماتیسم و معمولا در خانم ها باعث کیست، فیبرم و مشکلات زنایی. در آقایون معمولا باعث زود انزالی، مشکلات نعوذ و مشکلات جنسی میشه. خب برعکس ایشون میشه سودا. سودا سرد و خشک است و بیماری معمولا بیماری های مختص به سودا میشه MS که دیگه باعث افسردگی، باعث ضعف عضلانی، پرخاشگری و بی‌حوصلگی، خیلی حساس و بدبین هستن افراد سودایی. خب وقتی که عضلات به مرور زمان، چون سودا سرد و خشک هستش، به مرور زمان عضلات بسته میشه، ضعیف میشه تبدیل به MS. در آقایون معمولا باز هم مثل بلغم باعث زود انزالی، در خانم ها باعث سردی تخمدان و نازایی و مهمترین گزینهشون متغیر بودن دوره های قاعدگی است. این از سودا و بلغم که باز هم برای سودا و بلغم میشه داروهای بسیاری رو توصیه کرد. مثلا برای بلغم میشه از دوای بلغم، یه داروی رایج در طب سنتی، گیاهان دارویی، عطاری ها و داروخونه هست و کنار دوای بلغم میشه از معجون بلغم استفاده کرد. و برای معده باز متغیر است، برای کبد همینطور، که انشاءالله در روزهای آتی برای هر کدوم از اینها ما توصیه هایی برای عزیزان داریم که بتونن استفاده بکنن. این یه توضیح خیلی کوتاه و مختصری در مورد گیاهان دارویی و توامزاج هستش. واقعا طب سنتی خیلی مطالب باز و گسترده داره که ما بخوایم در موردش صحبت کنیم خیلی زمان بر است. پس انشاءالله در روزهای آتی ما در مورد هر کدوم از اینا توضیحات مختصری برای شما عزیزان میدیم. در خدمت شما هستم. دست شما درد نکنه. تشکر. ممنون. متشکرم.